میشه دوباره برید؟ بله، من دوربین رو برگردونم. برای قسمت درایورها دوست عزیز میای روی منوی استارت، راست کلیک میکنی، از منویی که باز شده میای دیوایس منیجر رو انتخاب میکنی. وقتی دیوایس منیجر رو انتخاب کردی یه همچین پنجره باز میشه. اینجا به شما نشون میده تمامی درایورهایی که روی سیستم شما نصب هست و یا اینکه نصب نشده و قراره که نصب بشه. اگر که نصب نشده باشه خب مسلما جلوی هر درایوری برای شما یک علامت اخطاری گذاشته که شما این درایور شما نصب نیست و یا دچار مشکل هست و یا اینکه نیاز به آپدیت داره. اینها رو باید چک کنید بعد از نصب ویندوز.